بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. در حقیقت گذشته وعده کرده بودم که درباره شکنجه‌هایی که بالای پیامبر شد صحبت میکنیم و اینچنین برای چه صحابه ها و پیامبر علیه السلام این شکنجه ها رو تا باوری میکردن از خود شکیبایی نشان میدادن. چه چیزهای اونها رو وادار میکرد که این شکنجه ها رو تا باورن؟ یکی از سردارای گروه جنایتکار مکه ابو جهل لعین نه انسانی بود که اگر کسی از انسانهای آبرومند و انسانهایی که در جمعیت و مقام دارد و مکانت در جمعیت دارد اگر ایمان می آورد میرفت او رو تهدید میکرد که ما تو رو از مجلس خاص دور میکنیم، ما با تو دیگر صحبت نمیکنیم، تو از راهی بابای ما گشتی. و اگر انسان تاجر باشد او رو تهدید میکرد، میگفت که ما برای تو باج و خراج زیاد میکنیم، مالی تو همراه خود در کاروان تجارت همراه نمیکنیم و دیگر تهدیدها رو بالای اونها میکرد. و این جنایتکار نه تنها انسان‌های عادی مسلمان‌های عادی را بلکه پیامبر را نیز تهدید میکرد. چگونه که در روایت ابن عباس آمده است، میگه که بار در اومد به مسجد الحرام در اومد، دید که پیامبر علیه السلام نماز خوانده شدن، گفت که من تو رو من نکرده بودم از نماز خواندن، باز چرا نماز خوانده شدی؟ نماز خواندن من است. این الله تعالی در سوره اقرا همین که منظر رو وصف کرده، میگه که رأیت الذی ینهی عبدا اذا صلى. آیا دیدی اون شخصی که بنده خدا را یعنی محمد علیه السلام را هنگامی که نماز میخواند او را از نماز منع می‌کرد؟ یعنی که این تهدیدها را ابو جهل نه تنها برای مسلمان‌های عادی بلکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیز استفاده می‌برد. همه این اسلوب‌های تهدیدی که استفاده می‌شد فقط برای مسلمان را، فقط برای دعوتچی را، برای پیامبر را ترساندن و از دعوت دور کردن و همت او را کاسته کردن بود. بگذاریم به شکنجه‌ای که به پیامبر علیه السلام شده است. یعنی به یک چند نمونه اکتفا میکنیم بس بگیم که دور و دراز نشود. حدیث عبدالله بن مسعود است که امام مسلم روایت میکنن. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگه که پیامبر علیه السلام در مسجد الحرام نماز میخوندن که یک بار ابو جهل در اومد. یعنی ابو جهل گفت آیا کدام یگان مردی هست که همراهی که شتر را گیرد و بالای سر محمد ماند، هنگامی که محمد سجده میکند بالای سر محمد ماند. بعد خودش رفت، خودش بدبخترین قوم میگه ابن مسعود، خیس رفت همو همراهی که شتر، یعنی که اون چیزی که هنگام تولد با همراهی بچه شتر میافتاد، همو همراهی که گرفت بالای سر پیامبر مان، میگه چنان اون مشرکا از خود رفته، چنان خنده های قهقهی بلند زدن که یکدیگرشون به یکدیگرشون تکیه میزدن از خنده را، یعنی که از جاشون میجنبیدن، چنان اونها از این مست شدن، از این گویم که شکنجه کردن پیامبر به این وسیله. میگه کاش که ما همون وقت یکم قوه می داشتم، کاش که نیرو می داشتم، کاش که یک ابروی می داشتم که محمد صلی الله علیه و سلم رو دفاع کنم. لیکن من دفاع کردن نمیتونم چون که از بیرون مکه بود، یعنی که میتونستن که او رو اونجا کوشن، بنابراین ابن مسعود دخالت کرده نتونست. بعد میگن که کسی فاطمه رو خبر داد، فاطمه آمد و اون چیز رو همراهی رو از گردن پیامبر دور کرد. یعنی ببینید، یعنی که خیلی زمان دور و دراز است. تا رفتم دختر فاطمه رو خبر کردم، تا فاطمه آمد. فاطمه میگه یک دخترچه بود، ولی احتمال 6 ساله 7 ساله دخترچه بود. میگه از گردن پدرش همون همراهی رو دور کرد و اونها رو میگه که دعای بد کرد و دشنام داد فاطمه برای این کاری که به پدرش روا دیده بود. پیامبر علیه السلام بعد از اون که بلند شدن دعا کردن، گفتن که اللهم علیک بقریش. ابن مسعود میگه که اگر میگن چه از خودم میپرسن، سه بار میپرسیدن. بعد گفتن اللهم علیک بابی جهل بن هشام و عتبه و شیبه ابن ربیعه. عتبه و شیبه پسرای ربیعه و الولید بن عتبه و امیه بن خلف و عقبه بن ابی معیط و هفتمش آیات برآوردن. میگه ابن مسعود، یعنی که اونها رو نام به نام دعا کردن. میگن که وقتی که پیامبر نام به نام دعا کردن، میگه اونها رو گویا که یک برقی زده باشد در جاشو شخ شدن موندن، چون که اونها میدونستن که پیامبر علیه السلام در قرار نفسشون بود که این پیامبر است، یعنی که انسانی که یگان بار دروغ نگفته است و انسانی که کسی را دعای بدم نمیکرد عادتا. وقتی که این دعا رو کردن، میگه در جاشو شخ شد موند، کسی حرکت نمیکرد. بعد ابن مسعود میگه که من همین اونهایی که پیامبر نام بردن در جنگ بعد دیدم که همه اونها کشته شدن. این یعنی گویم که شکنجه بود که بالای پیامبر علیه السلام را دیده بودن. و دیگرش رو عروه بن زبیر میگه که
از عبدالله ابن عمرو ابن العاص پرسیدم که برای ما از همه سخت‌ترین شکنجه‌ای که بالای پیامبر آمده است وصف کن. عبدالله ابن عمرو ابن العاص میگه که پیامبر علیه السلام در اطراف کعبه نماز میخوندن که عقبه ابن ابی معیط اومد و این منظری نمازخوانی پیامبر او رو به بغضش آورد، یعنی که ناراحت شد. این بدبخت میگه پیامبر لباسشون گرفت و به همون گردن پیامبر خفه کرد. شنو خفه کرد میگه چشمای پیامبر دویده بر اومد، از اینکه نتونستن نفس کشن. و در نزدیکا ابوبکر بود. ابوبکر اومد و بگفت که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، شما چه انسانای نامرد، چه انسانای بی انصافید، فقط برای اون که مردک میگه که خدای من الله هست او رو آیا میکشه؟ یعنی او آزاد است که کدام دین اختیار کند، آزاد است که چگونه خدای خودش عبادت کند، در عقیده رانش او در اندیشه رانی خود آزاد است. همین نمود شکنجه ها بالای پیامبر علیه السلام اومد. و تصور کنید یک انسانی که قبیله توانا داشتند، بنی هاشم قبیله توانا بود و ابو طالب نیز به عهده خود گرفته بود حمایت پیامبر رو، لیکن با وجود اون چشم ابو طالب خطا میکردن و همین نمود جنایت ها رو در حق پیامبر روا میدادن. دوستای گرامی، اکنون میبینیم به پاسخ اون سوالی که گذاشته بودیم. سوال عبارت از چی بود؟ یعنی چگونه صحابه صبر را تعلیم گرفتن؟ چرا به این کارها صحابه ها صبر میکردن؟ چه چیز آنها را وادار میکرد که به این قدر شکنجه ها تاب‌آور باشن؟ در یکی از حلقات گذشته وقتی که در دعوت آشکارا صحبت کردیم، اونجا الله تعالی گفته بود که و اعرض عن المشرکین، یعنی بر علیه مشرکا عکس العمل نشان نده. یعنی وقتی که اونها اومدن دشمن رو شکنجه کردن یا کار دیگر کردن، یک عکس العملی بد نشان ندن، شما بر علیه اونها عکس العمل نشان ندهید. یکمین چیزی که اونها رو به همین شکنجه ها تاب‌آور میکرد این تعظیم الله تعالی بود که در دل اونها پیامبر علیه السلام در همون خانه ارقم ابن ابی ارقم و هر گاهی که در یک مجلس های خاصی می نشستند با اونها تلقین میکردن. اینو میتونیم از قرآن مکی درک کنیم. مثلا الله تعالی میگه که و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. اگر یگون بدیه بالای سر تو اومد، یگون ضرر بالای سر تو اومد و همون ضرر غیر از الله تعالی جز الله تعالی کسی نمیتواند که از بالای سر تو دور کند. و اگر برای تو نیکی هم اومد، این الله تعالی به همه چیز توانا هست. یعنی پیامبر علیه السلام در دل اونها توسط همین آیات های قرآنی یک مفهوم را جا میکردن. این مفهوم است که همه چیز در دست الله تعالی هست. دوم، برای آنها فضیلت آخرت را بیان میکردن که این در قرآن مکی خیلی بسیار است. یعنی که اونها رو میگفتن که بله در این دنیا این عذاب تو هست، شکنجه هست، بالی شما مشکلی هست، بالی شما بلا هست، اما بسیب اون که شما صبر کردید برای شما الله تعالی چنین نعمت ها را در آخرت مهیا کرده است. میگفت که و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا متکئین فیها علی الارائک، یعنی بس پاداش اونها بسیب اون که صبر کردن جنتی است که در اون جنت فلان فلان چیزها هست. یا اینکه میگه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، الله تعالی اونها را از شراب و نوشابه پاک سیراب خواهد کرد. ان هذا کان لکم جزاء، این پاداش شما بود. به سبب چی؟ به سبب اینکه در اون دنیا اینقدر شکنجه ها را در راه الله تعالی تحمل کردید. سوم درس، این درس تاریخی بود. قرآن و پیامبر همیشه صحابه ها رو تعلیم میدادن از تاریخ که پیش از شما همین مرحله که شما گذشته ایستاده اید، همین شکنجه ها و همین وزنی که بالی سر شما اومده ایستاده است، امت های پیشینه نیز پسی سر کردن. بنابراین جای تشویش نیست، بلکه باید صبر کرد آنچنانی که پیشینه ها صبر کردن تا اینکه نتیجه دلخواه به دست آید. الله تعالی در سوره قصص فرعون نقل میکنه، میگه که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. فرعون لعین، فرعون متکبری بزرگمنیش مردم دنیا را دسته دسته کرده بود، مردم مملکتی خودش دسته دسته کرده بود. آنهایی که هم عقیده او بودن تمام خیراتی همون مملکت رو در دست داشتن، تمام اقتصاد در دست اونها بود، بازار در دست اونها بود، موادهای خوراک اوله در دست اونها بود. و با همین اما اونهایی که با فرعون هم عقیده نبود، خداگی فرعون این کار میکرد، او را همچون اله نمیشناخت،
او را همچون غلام استفاده میبرد، در کارهای پست استفاده میبرد و بچه هاشون رو میکش و ذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، یعنی که زنهاشون همچون کنیز کار میفرمود، مرداشون رو میکشت. فکر میکرد که با همین یک توازن را رعایت میکنه، یعنی که برای اون که اینها پگاه حق حقوق خودشون رو دعوا نکنن، مردهای آنها رو نابود کرده میایستاد هر زمان. با این الله تعالی میخواست بیان کنه که باطل هیچگاه دست بالا شده نمیتوند. باطل اخیرش بنبست است. اخیر باطل این کشتشوی هست. آخر باطل این ویرانی هست. باطل هیچگاه به مقصد خود نمیرسد. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه. الله تعالی بین فرعون میگه که فرعون تو این قدر جنایت ها رو براه موندی، اون قوم نابود کردنی شدی و به فکر خدا یک چینه معینه کشیدی، اما از چینه که خدا غافل بودی. ظالم همیشه از چینه که الله تعالی غافل است، چینه که خودش داره. فکر میکرد که هر چی که میخواد و هر چی که اراده میکند میشود، بس به اون که لشکر داره، بس به اون که مکانت داره، بس به اون که پیرو دارد. فکر میکند که همه کارش پیش میرود، همه کارش اجرا شونده هست، اما غافل از قدرت الهی، غافل از نیروی الهی است که او رو چنان میگیرد که دیگر به خود نمی آید. بنابراین الله تعالی اونها رو گفت ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئین. فرعون هم، هامان هم وزیرش و لشکریان او نیز همگی جنایتکار بودند، همگی خطاکار بودند. یعنی ببینید، یعنی که اینها، یعنی که ارکان ظلم در همون مملکت بودند، فرعون، وزیرش و لشکریانش. و هر سه اینها در روز قیامت در نزد الله تعالی جواب و حسابات خواهند داد، هر یک تیم به علاهیدگی. هامان هم نمیتونه دعوا کنه که فرعون مجبور کرد، یا اینکه لشکریهاش هم دعوا کرد نمیتونه که مرا هامان مجبور کرد یا اینکه مرا فرعون مجبور کرد. چون که الله تعالی گفت شما عقل دارید، شما میتونید که جدا کنید نیک از بد. بنابراین هر یک انسان از خودش جواب خواهد داد. وقتی که این قصه ها رو پیامبر نقل میکردند، وقتی که اینجا دیدن که چگونه بنی اسرائیل یک قوم مستضعف، مستمن، بیچاره، ضعیف را الله تعالی وعده میراثبری از دنیا میکند، وعده امامت میکند، وعده پیشواگی میکند و اونها رو میگوید که با وجود که شما این حالا در این وضعیت قرار دارید، شما فردا میراثبر زمین مقدس خواهید شد. یعنی به این پیامبر میخواستن که برای شما هم در همون مرحله‌ای که اونها قرار دارید، بنابراین آینده زمین از شما خواهد بود. در حلقه گذشته گفتم که مشرکان میگفتن که ها پادشاهای دنیا آمدن، پادشاهای دنیا رو ببینید. در حقیقت شد، وعده‌ای که پیامبر دادن شد، اما اونهایی که مسخره میکردن کجا رفتن؟ در پرتابگاه تاریخ. غیر از این پیامبر علیه السلام در دل آنها تخم امید میکشتن. خیلی که در آیات اومده است، یعنی که همه این در همون خانه ارقم بود، مکتب اول اسلام، مکتبی که انسان‌های تاریخ ساز برآمد از اونجا. همه اونهایی که در مکتب ارقم بودند، در خانه ارقم بودند، همه اونها تاریخ ساز شدند. استعینوا بالله واصبروا، از خداوند کمک خواهید و صبر کنید و شکیبا باشید. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. زمین خدا است. زمین این ظالم نیست، زمین این متکبر بزرگمنیش نیست، بلکه زمین الله تعالی هست. به کسی خواهد اون رو میراث میگذارد. والعاقبة للمتقین، عاقبت از آن متقی ها، عاقبت از آن خدا ترسا هست. مثلا در حلقه گذشته درباره خباب بن صحبت کردیم. چخیل پیامبر علیه السلام در دل او امید رو کاشتن، تخم امید رو کاشته، گفتن که هی خباب تو سراسیمه نشو، عجله نکن، الله تعالی در آینده این دین را متمکن میکند، در همه جا همین دین پهن میشود. و انسان گفتن از صنعا به حضرموت میرد، یعنی که مسافه تقریبا 1000 کیلومتر، 1400 کیلومتر، اما از کسی نمیترسد جز از الله تعالی. کسی به کسی هجوم نمیکنه، یعنی که همه جا را آرامی و امنیت فرا خواهد گرفت. یعنی این امید دادن به اون بود که بله حاضر این مرحله وزین است، اما در آینده این کارها میشه. این دینی هست که پهن شونده هست. غیر از این پیامبر علیه السلام اونها رو ترغیب به علم میکردن. اقرأ باسم ربک الذی خلق، ترغیب به علم بود. غیر از این اونها رو ترغیب به نماز شب میکردن. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، یعنی که نماز در شب برخیز و نماز گذار، کم هم باشد نماز خون. غیر از اونها رو به ذکر ترغیب میکردن.
خیلی در درست وذکر اسم ربک، اینکه نام خدای خود را بر زبان خود ورد گردان. همیشه زبانت باید به نام خدا تعالی تر باشد. غیر از این اونها رو به ترک گناه و رجز فهجر، از گناه دور شو. غیر از این اونها رو به برادری دعوت میکنه، میگه که واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، یعنی که این یک اونها رو با همدیگر همبستگی و هماهنگی اونها رو با همدیگر نشان میداد. این همین چیزهایی بود که اونها توانستند تحمل کنند، توانستند این شکنجه رو تحمل کنند. چرا؟ این درس ها رو از پیامبر گرفتند، این درس ها رو از قرآن گرفتند. بنابراین مشرکای مکه نتوانستند که اراده اونها رو شکنند. و سوال دیگری که در بدایت گذاشتیم که اینه که حکمت از صبر کردن اونها در چی بود، این برای حلقه آینده گذاشته می شود و از الله تعالی مسئلت میکنیم که همه شما را نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.